سلام علیکم این سلام خانم. میدونم برای چی من به شما خواستم، برای اینکه جنسی زن هستم من. بله میدونم جنسی زن هستم که خدا برای خود فرده است. با سواد تا اینکه با آدم کار کنم، فعالیت کنم و با آدم چی میگن معلوماتی هم خدا مرا فرده. من پس خودم پیدا شدگیم خیلی علم شدگی نیستم. خدا مرا خود فرده این معرفت به من داد که تا اینکه با شما برآمد کنم و همین مهارت برندگی را الله تعالی من نصیب کرده است که با شما میشه برآمد کنم. خب من میدونم به شما معقول نیست، برای که من جنسی زن هستم، برای که من میسا که با شما سخنهای مفید میگم. سخنهای مفید به هر کس معقول نیست. 90% یعنی تماشابین ممکنه که 5% سخنهای مرا قبول کنه که 10% باقی موندهش نه. میدونم این با وجود اینکه میسا که شما دا معقول نیست که زن فعال باشد. زن باید شما فقط تنقید کنید. زن باید که در قفاش نیاد. زن فقط باید که گنده باید باشد. زن نباید خوب باشد. شما زن باید فقط گنده باشد، سیاه باشد و فقط در تحتش میگن تنقید کرده شود، زده شود، ظلم کرده شود. زن نباید که آزاد برآمد کند و مثل حقوق زنها را حمایت کند مثل من، یا که اینمی زنها گپ زنند که زن باید مساوات باشد، زن باید خواند. آنایی برای شما خواست که فقط زن تنقید کنید. در کجا که نباشد زن تنقید میکنند. هیچ گونه نمیگن که زن هم مثل مرد حقوق دارد در اسلام. در یگان جایی من نشنیدم. حتی برنامه‌های تاجیکستان تماشا میکنم میگن که زن باید ایخه باشد، زن باید که شوهرش احترام کنه. در یگان جا نمیگن که مرد باید همسرش احترام کنه. در یگان موضوع نمیگن. شما در یگان جا دیدین که میگن که مرد باید زنش احترام کنه؟ نه، فقط زن گناهکاره. زن باید که خانه پدر مادرش باید تیار کرده روی کنه، در خانه شوهرش باید تیار بیاد. آخر زن در خانه پدر مادرش که با ستم تیار شد مرا بودم که خانهش میاد چیکار میکنه؟ در خانه پدر مادر مهر محبت نبینه. در خانه شوهرش مهر محبت نبینه. در کجا مهر محبت نبینه زن در کجا مهر محبت باید ببینه؟ با گفت شما با گفت این آدمایی که فقط تنقید میکنن زن، فقط میخوان که میگن که زن گناهگار است. زن در خانه پدر مادر گناهگار که همه کورا باید یادیشته بخوان شوهرش. این یک تا مهر محبت پورا در خانه پدر مادر نمیگیره. در خانه شوهر میبینه از طرف شوهرم تنقید کرده میشه، مهر محبت نمیگیره. با وجود همه این زن گناهگار. زن باید که من میدونم که من زن هستم، برای همین شما را ناز نمیبینید. ما رو در اویلمون ما ویدیو کردم درباره ترجمه حالم با تماشا میکنم میگم که میفهمید که چگونه اویل ما کلان شدم. من الحمدلله مهر محبت با پروژه گرفتم از خانه پدر مادرم، از شوهرم در هیچ کجا میشه که پستی دیگه نیستم، نه که تنقیدم فهمیدگی نیستم، نه تعریف کردگی مرا در خانه شوهرم، نه تنقید کردگی. برعکس خسر خشتمان مرا دستگیر میکرد. لیکن چیزی که میپختم کو باور نمیکردم که من پختگیم. در آسری اوش پلا پختم، گفتن اوش پلا که خودت همسایه‌تون پخته آورده. باور نمیکردم. چپاتی پختم خشتمان گفت که بالا بودایتی کور رو میدونسته. گو جوشیدم پیش بومداد گو میشتم خسرم اومده از مچی گو گرفته میبرد. من گو میشتم من اومد بومداد میخوام. تو اگر گو که نمیشتم کو نماز تو را نمیکردم، حق نداشتم. برای که نماز بومداد میخوام خسرم اومده گو میگیره میبرد. اگر گو اسپن نمیکرد میشدن کلنش کو رفته اوزا میکرد که کلمه تو نیستی روز خو میرد. من یفتم روزی و خسرم گو پیش نماز بومداد میشدم. اوش پلا افسد بخره کردم باور نکردم اوش پلای منم. چپاتی خشتمانم چند در رفت پرسیدش که به کلا نگی چپاتی پذیره اومد و گفتم خلا جان لاچی نمیتونی گفتم هو گفتم شنی من لاچی نمیپزم چپاتی رو پختم 50 تا 60 چپاتی رو پختم ات بالا بزای گفتم بالا نگی ماشاءالله بارکالله بین دوغ بعد از کشتم خشتمان گفت دوغ کشه یک جای گرفته گفتم مادرم کردگی و دیدگی بزنم لیکن من در خانه پدر و مادرم یگان کار کردگی یگان چی پختگی نیست یگان نمود تمام پختگی نیستم من در خانه پدر مادرم لیکن در مهینه سرم ریسپتش بود در خانه خشتمانم شیربینی پختم در زفترک حیران شدن اوش پلاو چی تمامی که میکردم حیران میشدن رحمت نمیگفتن آفرین نمیگفتن تنقید یگان بوش نگی نیستم ای خانه خسر خشتمانم تنقید فهمیدگی نیستم تعریف هم فهمیدگی نیستم لیکن خسرم دوی دستگیری میکرد شوهرم وقتی که مرا ناگشتگی بود نام پختگو میتونی خسرم گفت چی پس نام پخته میتونه این کارگر میره کار میکنه در عدد بلوچکا میخره میخره و من گفتم که پخته میتونم بعد گفت که اوه پخته میتونی است با اینا گفت چی میپرسی گفت پخته میتونم نمیتونم گفت چرا نه کلی مرا نراز کردن نشه ما گفتم خسرم میگم گفت دیگه میگه که نه خسرم خشتمان مرا دستگیر میکردن برای که من احترام میکردم برای که هم معرکه خشتمانم مرا میورم میگه که خشتمان که بر کلی شهری ما بیارین هم مینون اوش در جوشه برای که مادرش 10-15 مادریم چی میرخت هنروش میرخت گفتیم توچکو مادریم هم رحمتی من نوی توچکی وقتی میتونید همه هنرهای مردمی رو میدونید من هم نون او از مادرم آموختگیم
بعد خشتمانم мефтаст ки равинам келини шаҳрӣ мебиёред, ӯ ҳамаи нону обш ҷошида, барое ки модараш нону обш ҷошида. Нигоҳ кун модар чӣ гуна духтар намуна. Лекин садқаи яхе оилавор шавем ки духтарро ситам мекунад. Модари раҳматӣ ман мегуфт ки касе хоҳа нигоҳ куна ёд гирад калаш, кае ки дар кор шуд ам корро мекунад. Ман ҳамин гуна кардам. Ёд гирифтам, дар хонаи хуштамонам кардам. Теория дар хонаи очам гирифтам, практика дар хонаи хуштамонам кардам. Фаҳмидед? Назариявӣ гирифтам, амалӣ дар хонаи хуштамон кардам. Миннатдорам аз шумо.